گزارش رادیوی آزادی سبب گشت که یک خانواده نودار در ولایت ختلان صاحب منزل 4 حجره‌ای و 8 سوتق زمین شود. در مطلبی که 17 ینور نشر شد، اعضای این خانواده نقل کردند که 23 سال پیش با نیت زندگی بهتر از نویه جرگتال به ولایت ختلان کوچیدند و اما سرگردان گشتند. آنها سال 2013 در یک گوشه این ساختمان را که برابر به 7 متر مربع است به عریت گرفتند و به زندگی فقیرانه خود آغاز کردند. درد دل اعضای این عائله به گوش افراد خیرخواه رسید. آنها اکنون به منزل نفساخت کوچ می‌بندند. برمون این احوالی که حساب رادیوی آزادی آمدن صورت گرفتن رفتن به همه عیان شد. ناچار بودیم در همون حالت آمدگی همین آدم ها من خواب بودم خیلی سیام که کردن برفتن. اینم یک تقدیر الهی رفتگی بوده است که یک سبب شدن. مقصد امروز برای ما همه طرفه کمک کردن. بعد پخش گزارش افراد زیادی به سراغ این عائله رفته و برایشان کمک کردند، اما فردی که این عائله را صاحب سرپناه نمود نام و نسبش را آشکار نمی کند. طوری معلوم شد منزل نوی خانواده بدرالدین صدرالدینов در دهه بخترآبادی شهر لوکند جایگیر است.